سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوندن فقط این نیست که نگاهمون رو روی کلمات بکشیم. فقط این نیست که کتاب رو تموم کنیم. خوندن میتونه یه سفر اکتشافی هدفمند باشه. میتونه یه فعالیت فکری سنگین باشه. هر کی سواد داشته باشه میتونه بخونه، اما هر کسی نمیتونه دقیق بخونه. آشنایی با هنر دقیق خواندن، اثر لیندا الدر و ریچارد پول، ترجمه پیام یزدانی. این کتاب دو بخش نظری و عملی داره که بخش عملی شبیه کتاب کار دانش آموزه. بخش نظری اینطور شروع میشه: اگر بتوانید پاراگراف را خوب بخوانید، فصل را هم میتوانید خوب بخوانید، چون هر فصل چیزی نیست جز مجموعه ای از پاراگراف ها. و اگر فصل را بتوانید خوب بخوانید، کتاب را هم میتوانید خوب بخوانید، چون هر کتاب چیزی نیست جز مجموعه ای از فصل ها. وقتی که من کتابی بنویسم، اندیشه های ذهن خودم رو به کلمات ترجمه کردم. کسی که کتاب رو میخونه باید برعکس این فرایند رو انجام بده، یعنی باید کلمات من رو به اندیشه‌ای ترجمه کنه. یعنی باید از کلماتم به معنایی که من در سر داشتم برسه. به نظر میاد که بازنمایی دقیق معنای مورد نظر نویسنده کار سختی باشه، چون اگه خواننده دقت نداشته باشه ممکنه برداشتی از کلمات نویسنده به دست بیاره که اصلا منظور اون نبوده. اینکه خواننده با چه سطحی از دقت کتاب رو بخونه به هدفش از خوندن برمیگرده. اگه برای لذت کتاب بخونیم مهارتی لازم نیست. گاهی هدف ما فهمیدن کلیت یک کتابه، یا اینکه فقط برای بعضی جزئیات لازمش داریم. مثلا من دارم برای پایان نامم میخونم و نیازی ندارم که هرچی میخونم رو تحلیل کنم. دنبال یه چیز مشخص میگردم و با بقیه مطالب کار زیادی ندارم. اینجا به مهارت گزیده خوانی نیاز دارم. یعنی بتونم از یک متن طولانی مرور سریعی داشته باشم و بفهمم چه خبره. یه وقت دیگه هست که هدف تحلیل کردن یه متنه، یا دارم یه رشته جدید یاد میگیرم. اینجا به مهارت دقیق خوانی نیاز دارم که شامل طرح سوال، خلاصه سازی، درک ارتباط بین بخش‌های مختلف متن و کارای اینطوریه. پس هدف شما مشخص میکنه که خوندنتون چطوری باشه. حالا برسیم به خود دقیق خوانی که در بردارنده استخراج و درونی سازی آگاهانه معناهای نهفته در متن و در حکم کلنجار رفتن با متن است. ذهن اندیشمند با شیوهی منظم پیش می رود تا به ذهنیت نویسنده راه پیدا کند. قشنگ بود. این کتاب 5 مرحله برای این مهارت ذکر کرده و گفته که بر حسب نیاز و هدفی که از خوندن داریم بعضی از این مراحل رو طی می‌کنیم. خب، مرحله اول، نقل به معنا کردن جمله به جمله متن، یعنی همون منظور نویسنده و معنایی که در ذهن داشته رو با کلمات خودمون بنویسیم. یه سری مثال آخر کتاب اومده، من یکیش رو میخونم تا ببینین که نقل به معنا کردن چطوریه. برای سیاست پول مثل شیر مادر است. نقل به معنا. عامل تعیین کننده در سیاست پول است. مرحله دوم، واضح سازی تز مطرح شده در پاراگراف. گفته که نکته اصلی پاراگراف رو در 1 یا 2 جمله بیان کنیم. بعد همون نکته‌ای که ازش گرفتیم رو به یه عبارت دیگه‌ای توضیح بدیم. بعد برای نکته‌ای که فهمیدیم مثال بیاریم. مثال آوردن آزمون فهمیدنه. این یکی مال خودم بود. مثلا نکته اینه که فلزات رسانای الکتریکی هستند و میتونیم بگیم به عبارت دیگر فلزات جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور میدهند. بعد مثال میاریم که برای نمونه طلا یک رسانای خوب است و به همین علت از آن در مدارهای الکتریکی استفاده می شود. مرحله سوم، واکاوی منطق متن. در این مرحله سوالاتی برای فهم عمیق‌تر متن مطرح می کنیم. یکیش اینه که مسئله اصلی که نویسنده میخواد پاسخ بده چیه؟ دیدگاه نویسنده راجع به موضوع چیه؟ مقصود اصلیش چیه؟ استدلالاتش رو بر چه فرض‌هایی بنا کرده؟ از چه اطلاعاتی استفاده کرده؟ بنیادی ترین نتیجه گیری های متن چیه؟ این سوالات رو وقتی میشه جواب داد که متن رو به تصرف ذهنت در بیاری.
مرحله چهارم ارزیابی منطق متن. در مرحله سوم خواستیم که منطق متن رو بشناسیم، اما در مرحله چهارم کیفیتش رو میسنجیم. توی این کتاب یه سری پرسش برای استفاده در این مرحله آورده که بیشتر شکل مثال داره و قرار نیست که فقط همینها باشه. مثل اینکه ادعای نویسنده درسته یا نه، منظورش رو واضح و روشن بیان کرده یا نه، جزئیات متن دقیق یا نه، مطالب بی ربط آورده یا نه، پیچیدگی‌های مهم موضوع رو نشون داده یا اینکه مطالبش سطحیه، منصف بوده یا نه، اجزای متن همخوانی دارن یا اینکه تناقض توی متن به چشم میخوره. مرحله پنجم، اندیشیدن از منظر نویسنده. کسی که بتونه توی این مرحله کار کنه، یعنی متن رو اونقدر خوب فهمیده که اگر کسی سوالی راجع به متن داشته باشه، ایشون میتونه از زبان نویسنده جوابش رو بده. بحثی که بعد از این توی کتاب اومده خواندن ساختاریه. یعنی عنوان کتاب رو میبینم، فهرست رو تماشا میکنم، بعد میپرسم از عنوان چی میشه فهمید، حرف اصلی کتاب چیه، چه بخش‌هایی داره و به چه ترتیبی به این بخش‌ها پرداخته. بعد که شروع کردیم به خوندن، خوبه که جملات کلیدی و مهم رو در پاراگراف‌ها پیدا کنیم. وقتی پاراگرافی رو خوندیم، نکته اصلی پاراگراف رو در بیاریم و از خودمون بپرسیم که این پاراگراف چه ارتباطی به پاراگراف قبلی و بعدی داره. میگه دور مفاهیم مهم دایره و زیر تعریفاشون خط بکشین. کنار نتیجه گیری های مهم علامت تعجب بذارین. هر جا رو نفهمیدین علامت سوال بذارین. مفاهیم مهم کتاب و ارتباطاتشون رو به صورت نمودار در بیارین و غیره. خب این کلیت کتاب بود که براتون گفتم. من وقتی بخوام به یک کتاب امتیاز بدم، دو مسئله مد نظرمه. یکی این که با کتاب‌های دیگه اون موضوع مقایسهش کنم. دوم این که ببینم چقدر از پس موضوع بر اومده. من توی این موضوع چند تا کتاب نخوندم، ولی خب به نظرم این کتاب جالب بود و بین 4 و 5 شک دارم که چه امتیازی میشه بهش داد. این تذکر لازمه که دقیق خواندن برای هر متنی نیست. خیلی چیزها رو میشه گزیده خوانی کرد و سریع رد شد. چون گفته بودیم که مطالعه کردن بر اساس هدفی که داریم سطوح مختلفی داره که هر کدوم میزان انرژی و تمرکز خاصی نیاز دارن. حالا برین دنبال یه متن چند صفحه‌ای بگردین و این مهارت رو باهاش تمرین کنین. روز یا شبتون بخیر. خدا نگهدار.